دوستان سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزم. امروز در خدمت شما هستم با آموزش استخراج ابری ارز ترون یا TRX با استفاده از سایت ابری خفن. برای استفاده از این سایت شما بهتره که فیلتر شکنتون رو روشن کنین و وارد سایت بشین. بعد از وارد شدن به سایت روی گزینه رجیستر کلیک میکنین. در این قسمت ایمیل خودتون رو وارد میکنین. در فیلد دوم یه یوزرنیم برای خودتون انتخاب میکنین. فیلد سوم پسوردتون رو انتخاب میکنین و فیلد چهارم پسوردتون رو تکرار میکنین. قسمت ریفرنس یا زیر مجموعه هم میتونین کد دعوت بنده رو بزنین یا میتونین اصلا نزنین و در این قسمت ثابت میکنین که ربات نیستین و گزینه رجیستر رو اعمال میکنین. خب من وارد حساب کاربری خودم شدم و مشاهده میکنید که از دیروز تا الان حدوداً 1.5 ترون استخراج شده. شما میتونین با استفاده از این گزینه 3 خط زیر مجموعه بگیرین و سرعت خودتون رو زیاد کنین با استفاده از گزینه ریفرنس پنل. گزینه بعد گزینه ویترا یا برداشت هستش که میتونین بعد از رسیدن به حداقل برداشت که 20 عدد ترون هست از این گزینه استفاده کنین. من روی گزینه میزنم، اینجا مقدار رو وارد میکنم و این قسمت هم آدرس ترون ولتم رو انتخاب میکنم که میتونین از کیف پول تراست ولتون رو دریافت کنین. باز هم روی 3 نقطه کلیک میکنم. اگه یوتیوبر هستید یا کانال یوتیوب دارین میتونین برای سایت 1x ترون یه ویدیوی 5-6 دقیقه‌ای ریکورد کنین و اون رو لینک اون رو به سایت بدین و میتونین 20 تا TRX دریافت کنین که ویدیوتون یه سری شروط داره که اینکه باید بیشتر از 5-6 دقیقه باشه. دومم باید حداقل 200 تا سابسکرایبر داشته باشین. بعد از اینکه ویدیو رو ساختین لینکش رو کپی میکنین و این قسمت کپی میکنین و گزینه اد رو انتخاب میکنین. باقی قسمت های سایت چیز مهمی نداره، فقط یک قسمتش که ویکلی رنک هست یعنی رنک هفتگی و به اونهایی که بیشترین زیر مجموعه رو داشته باشن هدایایی تعلق میگیره که حالا مشاهده میکنین که نفر اول با 7659 نفر زیر مجموعه فعلا اول هست و تا 4 روز و 6 ساعت دیگه این رنک هفتگی ریست میشه. جایزه نفر اول 1000 ترون هست، نفر دوم 750، نفر سوم 500، نفر چهارم 250 و نفر پنجم هم 100 TRX که حالا به نفر اول تا پنجم از لحاظ تعداد زیر مجموعه گیری جایزه ترون واریز میکنه. ما یه قسمت دیگه هم داریم به نام دیپوزیت که برای سرمایه گذاری توی سایت هست که اصلا پیشنهاد نمیشه بهتون و اینجا میتونین سرمایه گذاری کنین. این قسمت آدرس ترون ولتی که باید بهش ترون ارسال کنین و اینجا نوشته که برای تایید دیگه تقریبا 2 دقیقه طول میکشه تا ترون به سایت اضافه بشه و شما به موجودیتون افزایش پیدا کنه. این افزایش موجودی هم حواستون باشه، یه سری میان برای اینکه زودتر به 20 تا ترون برسن، مثلا 4 تا ترون رسیدن 16 تا ترون رو به سایت اضافه میکنن که به حداقل برداشت برسن. این سایت رویه کارش اینه که آقا شما مثلا میخواین دیپوزیت کنین ترون رو، اندازه اون ترونی که بهتون به سایت دیپوزیت میکنین رو به سرعتتون اضافه میکنه و خب این هم در نظر داشته باشین. و حالا پنل زیر مجموعه گیری رو براتون توضیح بدم. به ازای هر زیر مجموعه شما نیم TRX یا ترون دریافت میکنین که این نیم TRX طی 20 روز به حساب شما واریز میشه و از هر دیپوزیت یا واریز کردن پولی که زیر مجموعه شما به حساب سایت وارد میکنه شما 10%
کمیسیون دریافت میکنید. برای لول 1 هست این مورد و برای لول 2 هم مشخصاتش رو مشاهده میکنید. در این قسمت شما لینک زیر مجموعه گیری خودتون رو مشاهده میکنین که اگه روی این گزینه کپی بزنین کپی میشه و میتونین در اختیار دوستانتون قرار بدین. اینم سایت مشخصات کاربری من هست که تا به این حال 6 نفر رو دعوت کردم که به ازای این 6 نفر 3 تا TRX رو به من داده و طی 20 روز این 3 تا TRX به حساب من واریز خواهد شد. برای دیدن موجودی خودتون هم روی گزینه داشبورد کلیک میکنین که اینجا موجودی TRX شما قابل مشاهده هست و سرعت سایت هم میبینین که چقدر مناسبه برای این کار. و اگه حالا میخواستین با استفاده از سرونه که استخراج کردین سرمایه گذاری کنین، روی گزینه رینوست کلیک میکنین و این موجودی که براتون استخراج شده به سرعت شما اضافه میشه. این هم پنلی هست که شما میتونین از طریق اون TRXی که قراره به دست بیارید رو مشاهده کنین که خب من برای ثبت نام 20 تا TRX من میده که روزانه تقریبا 0.2 TRX برام ارسال میکنه. یوتیوبر بونوس هم که به خاطر اینکه یک ویدیو در مورد این سایت توی کانال یوتیوبم پخش کردم و لینکش رو اونجا گذاشتم، به من داده که تقریبا روزی 1 دونه TRX به من اضافه میکنه و این هم مربوط به زیر مجموعه گیری است. امیدوارم این آموزش به درد شما خورده باشه. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.